هنوز بلد نیستی انواع چین رو بکشی؟ پس بیا با هم دیگه یاد بگیریم چطور کشیده میشن. برای چین یک طرفه ما نیاز داریم یه سری حالت موج مانند بکشیم و بعد قسمت‌های بالای موج رو به سمت بالا و قسمت‌های داخلی رو هم دوباره به سمت بالا علامت بزنیم. ما اینجا 2 نوع پارچه نرم و خشک رو داریم. چین تکی عموما توی مانتو و لبه های لباس کاربرد داره. چین 2 طرفه دوباره پارچه خشک و نرم داریم که به صورت موج میکشیم و موج همون این بار از 2 طرفه. بعد مجددا قسمت بالای چین به سمت بالا و داخل چین هم به سمت بالا علامت میزنیم. این حجم چین رو میتونه برای ما نشون بده. حالت ترکیبی میشه ترکیب چین‌های یک طرفه و چین‌های 2 طرفه که ما میتونیم چین‌های یک طرفمون رو به یک سمت و یا به 2 سمت عکس هم دیگه بکشیم. برای حلزونی، چین‌های حلزونی ما به صورت حلزونی کارو میکشیم و به یه نقطه مشترک بالا متصلشون میکنیم که بزرگ و کوچیک داره و حالت عادی. پلیس هم که حالت زیگزاگ داره اونم میکشیم. توی نکته‌ای که وجود داره توی دامنهای بالای زانو چینای 2 طرفه به سمت بالای همون مدلی که یاد گرفتیم کشیده میشه، ولی وقتی دامن ماکسی میشه باید چین‌ها به سمت پایین باشن. اینم از آموزش انواع چین که با تمرین زیاد میتونین از پسش بر بیاین.